وضعیت کشور قرمز شد. سازمان هواشناسی اعلام کرده گرمای کشور به مرز بحران رسیده و دمای اکثر نقاط کشور تا آخر این هفته به 43 درجه میرسه. ولی ماجرا فقط دما نیست. شاخص اشعه فرابنفش این هفته شدید اعلام شده که خطر آسیب به چشم‌ها و ابتلا به سرطان پوست رو تا 3 برابر افزایش میده. توی این روزهای فوق‌العاده گرم از فعالیت‌های بدنی سنگین مثل ورزش و پیاده‌روی خودداری کنید، چون ممکنه باعث گرمازدگی شدید و بی‌آبی بدن و حتی ادم گرمایی بشه که منجر به باد کردن دست‌ها، پاها و حتی پیشونیتون میشه. از علائم وحشتناک گرمازدگی احساس گرما بدون عرق کردن و تپش قلب شدیده. در چنین شرایطی تنها 30 دقیقه فرصت دارید که به بیمارستان مراجعه کنید، وگرنه امکان توهم و تشنج به شدت زیاد میشه. بهترین راه پیشگیری از گرمازدگی خوردن مایعاتی مثل آب، دوغ، آب میوه طبیعی و از همه مهمتر تخم شربتیه که حتی اگه فرد گرمازده هم بشه حرارت بدنش رو کم میکنه.